سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ الان ساعت 8 صبح و داریم میریم سمت مونتخاملان. دیر شده الان، من باید تونتون حاضر شم و بریم دیگه بیرون و برم ماشین رو بردارم. یه ماشین گرفتم من برای رفتن به اونجا و الان 4 نفریم با 2 تا دوستامون داریم میریم و اینکه ببین هوا ابریه. من نمیخوام این توری رو باز کنم برای که کلی کفش دوزک دیدم بیرون و فکر میکنم آفت زده همه جا و پر کفش دوزکه چون خیلی زیاد دارم میبینم همه جا. ولی الان بریم که خیلی دیر شده. من برم سریع تونتون ماشین رو برداریم و بریم بچه رو برداریم که بریم. موها رو بس کنم. عینک زدم قرار بود آفتابی باشه اونجا ولی الان سرده. حالا من شلوار رو بردم عوض کنم ولی اسم میکنم سرده. وسایلی که داریم میبریم برنامه داریم ما. اینجایی که با ماشین رو برداریم اینجاست. ماشینمون رو گرفت. اینجا ماشین رو اجاره میکنن. به امید یه هوای تازه تر گفتیم از رفتن و خوندیم از سفر میخواستیم مثل پرنده ها باشیم آسمون رو حس کنیم رها باشیم. خب به این آهنگو شنیده یاد قدیم ها افتاده. یاد بکنم 15 سال پیشه من هر وقت میریم تو جاده یاد این آهنگ میافتم. خب دیگه رفتم من بچه ها رو برداشتیم و رفتیم سمت مونتخاملان. مونتخاملان یه شهریه تو 2 ساعتی مونتریال و من اولش فکر می‌کردم که قراره بریم خود شهر رو بگردیم. یعنی برنامه اون شکلی بود که بریم خود شهر رو بگردیم. اونجا یه تلکابین داشت بریم بالا و تو جنگلش رو راه بریم و یکم و دیگه بشینیم مثلا که کبابی درست کنیم ولی خب بچه‌ها تصمیم گرفتیم که بریم یه سمت دیگه این کوه که پر جنگله خوشگل و رنگ و رنگ بود ولی ما اولین جایی که پیدا کردیم میشد هایک کرد رفتیم توش. الان رسیدیم اینجا تریل رندوم پیدا کردیم که بریم. یه خانواده رفتن به نظر میسه وقتی خانواده میره یعنی اونجا صافه میشه راحت داره. مسیرش هم اینه میره دور بغل دریاچه راه میره بغل پارک. مرسه 2 ساعت رانندگی کردیم تا اینجا. کلی غذا داریم برای خوردن ولی قبلش دستشویی. آقا خانواده‌ای که گفتم ما جلوتر اصلا ندیده میشون. نمیدونم کجا رفتن. خرس خوردشون فکر کنم. گفته بودم که این ویدیوهای جدید تو این ویدیو رو با دوربین جدیدم گرفته بودم. خیلی باحال بس کرده بودم به قفس سینه‌ام جلو و همینجوری راه میرفتم فیلم گرفتم. اینجا رسیدیم به یه دریاچه خیلی بزرگ که خب قاعدتا وقتی دریاچه بزرگ می‌بینی به عنوان یک ایرانی باید یه سری سنگ پیدا کنی و پرت کنی تو دریاچه که ما سعیمون رو کردیم و مسابقه هم گذاشتیم ولی خب هیچ کدوممون نتونستیم تا وقتی که من رومو برگردوندم و دیدم امید تونست یه دونه این سنگا بندازه که 8 تایی رفت ولی خب ما چون ندیدیم قبلا بعدش هم که خب اینجا که می‌بینی یه ذره صدا رو بشنویم. فکر کنم این تنها ویدئویی بود که صدا داشت یا میتونستین خشخش قشنگ پاییزی رو حس کنین توی ویدیو. بقیه‌شون همش داریم حرف میزنیم مجبورم دیگه آهنگ بذارم یه ذره آهنگ گوش بدین از مناظر طبیعی استفاده کنین. خیلی قشنگ بود ولی رنگا وای من عاشق این رنگا. ولی یه مشکلی که پیدا کردیم من تو هایک اولی که رفتیم من چون درخت‌ها رنگ نداشتن از بچه‌ها خواستم که بریم یه جای دیگه هایک کنیم که من یه ذره رنگ ببینم دلم باز شه. برای همین رفتیم یه جای دیگه. All of them starts here. It's like there's a quest there. If it was Tsushima, there will be a fox under it.
حقیقتا راه رفتن تو این وقت خیلی خوشگل‌تر بود. بعد اینم یه دونه ویدیو دیگه بود که صدا داشت و واقعا صداش خوشگل. تمام مسیر من داشتم میخوردم اولش، برای اینکه واقعا من از صبح که بلند شدم هیچی نخوردم و خیلی گشنم بود. و واقعا ببینین تصاویر رو، اینجا خیلی خوشگل‌تر بود. خیلی اینا درختای افرای رنگ و رنگن، ولی ما یه هفته دیگه رسیده بودیم. یعنی اگه یه هفته ما زودتر رفته بودیم اینا رو قرمز می‌دیدیم به جایی که مثلا برگاشون ریخته باشن. ما تمام مسیر اینترنت نداشتیم، جی پی اس فقط داشتیم و گم می‌شدیم دیگه گم شده بودیم. من اینترنت پیدا کردم، بالاخره نشستم زبانم رو خوندم، برای اینکه استرایکم از دست دادم. بله موقع راه رفتن یکی از کارهایی که میتونید بکنید اینه که دوالینگو بخونید، زبان بخونید. دیگه تصمیم گرفتیم برگردیم آروم، چون داشت شب میشد، ما باید میرسیم یه جایی که کمپ کنیم، غذا بخوریم، دیگه واقعا گشنم بودیم. So cold. Wow. Can do workout with that thing. Yeah. And we can have tea by the fire. Yeah. Let's go. Okay. بچه‌ها اینجا اومده بودن قبلا یه جور میشناختم توی میتونستیم بریم کمپ کنیم، ولی خب پیداش نکردیم. اینقدر که اینجا یکسانه همه جاش، تا ته این جاده رفتیم که آسفالت تموم شد دیدیم اینجا اونجا نیست دیگه، برگشتیم دیگه. وای ببینین آهوها رو وسط رو من همش دارم می‌خواست آهو ببینم، ولی نگاه کن کیوت. البته بگم که آخر شب هم آهو دیدیم، ولی وسط جاده وایساده بودن که خیلی خطرناکه حقیقتا. ما دیگه نتونستیم ببینیم. البته این آهو نیستن، فکر کنم گوزن، ولی anyway بعد راه میافتادیم برسیم به یه جایی که دیگه داشت تموم میشد روز و باید کمپ میکردیم و من خیلی گشنمه و اینکه دیگه تو تاریکی نمیشد اینجا موند. خیلی ترسناکه. بالاخره یه جا پیدا کردیم وایسیم. بیاین ببینین امید چه آتیشی درست کرده. جون Very safe. Cheers to having a good job. And stability. Yes, بعد از یه روزی که کلی راه رفتیم، فکر کنم تقریبا 3 ساعت راه رفتیم، یه خوراکی خوشمزه خیلی میچسبه. بچه‌ها که سوسیس درست کردن سوسیس خوردیم. بعدش هم که یک ایرانی همیشه جوج میزنه، اصلا امکان نداره کار دیگه بکنیم. بعدش هم نشستیم جوجه ها رو درست کردیم و کم کم هوا رو میبینیم که داره تیره میشه. Can we put another one? Oh, you want? Yes, there is no moon. Exactly, you're right. Where we don't see it yet. Not gonna be. It's a bit soon. از شانس خوب ما آسمون کاملا ابری بود و ما اصلا ستاره ندیدیم، ماه ندیدیم، ولی خب نداره خوشگل بود آسمون. من تمام مدت داشتم پشتمو نگاه میکردم توی تمام این جایی که داشتم غذا می‌خوردیم، من که نگران بودم نکنه که یه دونه گرگ حمله کنه، اگه خرس داشته باشه اینجا چی. ولی بکنم هیچ کدوم اینا رو نداره. تنها چیزی که داشت گوز بود و گوز ندیده از این منطقه خارج نشد. آقا اینم بود از امروز و کلی خوش گذشت. الان خیلی شبه، ما برگردیم دیگه. یه ذره ترسناکه اینجا و like cannot see، ولی این بود از ویدئوی امروز. امیدوارم دوست داشته باشین. اگه دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. ویدئو بعدی خدافظ.